آقایش خیلی سریع بهتون بگم برم، خیلی به دلم نشست، دوست داشتم شما بدونید. امروز داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم که به نظرت فلانیه که خیلی نمیشناختش، سر حرفش و چیزی که به من گفته میمونه. خب ببین، باید ببینی که چقدر بهش اعتماد داری و آیا آدم مورد اعتمادت هست یا نه که همچین کاری رو انجام بده. گفتم از کجا بفهمم؟ گفت خیلی ساده است، آدم مورد اعتماد برای من یعنی تو، برای تو هم یعنی فلانی. خودشو نگفته فلک. خیلی به دلم نشست همینی که تو خودت آدم مورد اعتماد یه نفری باشی، همینی که آدم مورد اعتماد داشته باشی، در این حد که یه نفر دیگه هم بدونه. ایران و غربت و فلان و این چیزا هم نداره، ربطی نداره. خیلی لذت بخشه به نظر من. رفیق خوب تمام ماجراست، بقیش اضافه کاریه. قطعش کن بره.